سلام، من دکتر هما هستم. امروز قراره با هم ورزش بزرگ کننده عضلات باسن رو بدون هیچ تجهیزاتی توی خونه انجام بدیم. شما اگه دوست دارین میتونین از کش یا وزنه استفاده کنین، ولی من میخوام بدون هیچ تجهیزاتی باهاتون ورزش کنم. خب بیاین با هم شروع کنیم. اول روی زمین دراز میکشین، روی زمین دراز بکشین، پاها جمع باشه، پشتتون رو به زمین فشار بدین و دستا کنارتون اندازه عرض شونه باز باشه و تا جایی که میتونید شکمتون رو بدین بالا. عضلات گلوتال یا عضلات باسنتون رو تا جایی که میتونید منقبض کنید تا هر جایی که میتونید شکمتون رو بیارین بالا. برای این حرکت دوم کف پاهاتون رو به هم بچسبونین، زانوهاتون رو تا جایی که میتونین از هم فاصله بدین، عضلات گلوتال یا باسنتون رو منقبض کنین و با عضلات هیپ برین به سمت بالا. 1 2 تا جایی که میتونین برین بالا. 3 4 5 6 7 8 9 10. خب 15 ثانیه استراحت کنیم، بعد بریم حرکت سوم انجام بدیم. برای حرکت سوم پای سمت چپ به سمت بالا باشه و پای سمت راست خم باشه و عضلات گلوتالتون رو منقبض کنید و شکمتون رو تا جایی که میتونین بدین بالا. خب با هم شروع میکنیم تا جایی که میتونید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حالا با پای مخالفتون این کار رو انجام بدید. حالا پای سمت مقابل رو انجام میدیم. خب پای سمت راست به سمت بالا، شکم رو تا جایی که میتونیم به سمت بالا و عضلات باسنتون رو منقبض کنید. 10 تا انجام میدیم. خب 15 ثانیه استراحت کنید تا حرکت بعدی رو انجام بدیم. خب بعد از اینکه این حرکت رو انجام بدیم برای 10 ثانیه این پاتون رو صاف کنین و نگه دارین. خب حالا میخوایم حرکت سوم رو با هم انجام بدیم. به پهلو بخوابین، پاهاتون یکم خم باشه، دستتون زیر سرتون باشه، دست دیگر رو اینجا بذارین، این پا رو اینجا قرار بدین. خب عضلات باسنتون رو منقبض کنین تا جایی که میتونین و پاتون رو باز و بسته کنین تا جایی که میتونین. پای راستتون رو باز کنین و 10 تا انجام بدین. با هم انجام میدین. خب ادامه این حرکتمون که داشتیم انجام میدادیم تا جایی که میتونستیم حالا پامون رو باز میکردیم،
همین کاری که داشتیم باش حرکت انجام میدادیم حالا صافش میکنیم و تا جایی که میتونیم به سمت عقب میکشیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. خب حالا که این پامون رو انجام دادیم 15 ثانیه استراحت میکنیم و پای سمت مقابلمون رو انجام میدیم. خب دوباره به پهلو دراز میکشیم، دستمون زیر سرمون، پاهای کم خم و پای سمت چپ رو باز میکنیم به پهلو و تا جایی که میتونیم بازش میکنیم. این عضلات گلوتال یا باسن و این عضلات رو منقبض کنیم. 10 تا انجام میدیم. تا جایی که میتونیم پاتون رو باز. خب تو ادامه پا رو باز میکنیم کامل، به سمت عقب میکشیم. پا و صاف و به سمت عقب باشه. تا جایی که میتونیم بکشیم سمت عقب و 10 تا انجام بدیم. این شد 10 تا. خب حرکت چهارم با هم میریم. پای سمت چپتون رو بدین سمت بالا تا جایی که میتونیم. 10 تا با هم انجام. پاشنه پا به سمت سقف باشه. شکم منقبض، عضلات باسن منقبض. حالا همین حرکت رو برای پای سمت مخالف انجام میدیم. پاشنه پای سمت راست به سمت سقف باشه. عضلات باسن منقبض، عضلات شکم منقبض. 10 تا انجام میدیم با هم. همونطور که داریم پا رو اینطوری میدیم سمت بالا. حرکت بعدی پا رو صاف میکنیم، اکستند میکنیم، میدیم تو و میاریم پایین. تا انجام میدیم. و بعدش 10 تا اینو انجام میدیم. خب حالا حرکت بعد رو انجام میدیم. عضلات شکم منقبض، عضلات باسن منقبض. پا رو این دفعه به سمت کنار باز میکنیم. 10 تا با هم میریم.
خب 10 تا رو انجام دادیم. حالا پای برعکس رو انجام میدیم. پای سمت راستمون رو دوباره عضلات شکم منقبض، عضلات باسن منقبض، پا رو به سمت کنار باز میکنیم و 10 تا با هم میریم. بشماریم. خب 10 تا انجام بدیم. خب حالا میخوایم با هم اسقاط دبل پاس رو انجام بدیم. پاها اندازه عرض شونه باز. یک، دو، سه، 10 تا با هم انجام میدیم. 4، زانوهاتون حواستون باشه جلو نیاد. 5، خب 10 تا. ورزش امروز رو با این اسکات به پایان میرسونیم. امیدوارم استفاده کرده باشین و شب خوبی داشته باشین.